از سخنان زیبای جناب مفتی حفظه الله تعالی که از در سفر استعلاجی بودن و به سلامتی و خیر الحمدلله عافیت برگشتند استفاده کردید و در این فرصت کوتاه عرایض آیه را که تلاوت کردم حضورتون میدان وسیع در جلوی ما هست که صحبت بکنیم آیه را ترجمه کنیم و مورد خدمتش عرض بشود، اما تا جایی که فرصت اجازه بده و صحبت را قطع می کنم همان جایی که فرصت تمام بشود و دعا کنید آنچه که رضامندی الله تعالی است، خوشنودی پروردگار به زبان و فکر همه ما بیاورند و به همه توفیق توجه فهم و عمل عنایت بفرمایند. سوره مبارکه انعام این آیات که تلاوت شد و این 6 آیاتن و در این 6 آیات الله تعالی 10 تا حکم را بیان کرده، 10 محرمات را بیان کرده و این 10 تا محرمات که بیان می شدن اینجا بعد از این که مشرکین در زمان جاهلیت قبل از اسلام در حرام و حلال افراط و تفرید داشتند، بسیار چیزها را که الله حلال قرار داده بود اون حرام می دونستند و لحاظا آیات جلو همین بحثا را دارم می کنم. بسیار از حیوانات حرام می دانستند، بسیار چیزها را اب نظر می کردند حیوانات برای معبودان خودشون و خوردن گوشت اونها را استفاده از اونها را جایز نمی دونستند و حرام می دانستند و گرفتار یک سری رسومات جاهلی بودند و لہذا ہمیں آیات قبل قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون دما مسفوحا الا يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير او فسقا اهل به لغير الله. و همین محرمات بیانه که چیزایی را حلال می دانستند در حالی که حرام، چیزایی را حرام می دانستند در حالی که حلال و لحاظا میزانی در اختیار نداشتند، ترازوی قانون صحیح نبود در حرام و حلال الله تعالی گرفتار افراط و تفریر بودند و اینجا الله تعالی دان حضرت صلی الله علیه وسلم می فرمایند که شما بگید ای مردم بیایید که من برای شما تلاوت کنم دستور الله را که چه چیزی الله برای شما حرام قرار داده. ای مردم دنیا که در حرام و حلال افراط و تفرید کردید و خود را سرگردان کردید و بسیار روزی های حلال و پاک حرام قرار دادید و بسیار ناپاکی ها را که ناجایزند و از لحاظ اخلاقی زشتند و هم از لحاظ عملی شما اینها را حرام قرار دادید یا حلال قرار دادید، برعکس کار کردید. روی این بیایید، این محرمات الله تعالی هستند. اگر شما دنبال حرامید 10 تا محرمات را اینجا الله تعالی ردیف کرده
در حدیث هست که حضرت کعب به احبار فرمودند که این 10 تا حکم اولی احکامی هستند که در تورات ردیفند. تورات در سرآغازش امی 10 تا حکم را ذکر کرده است و حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه می فرمودند که این 10 تا محرمات همون محرمات هستند که الله تعالی از انبیاء عهد گرفته بود. همه انبیاء در این 10 تا حکم مشترک بودند و متفق بودند و این 10 تا حرمت اجماعی و اتفاقی بین انبیاء علیه السلام، بین ادمیان سماوی، همه این محرمات متفق علیه هستند و در اینا کسی شک و شکوک نداره. و عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه می فرمودند این 10 تا محرمات معاهده آن حضرت و وصیت نامه آن حضرت هستند که مهر زده خورده و لحاظا به امت تحویل داده شده است. و این 10 تا حکم پروردگار که حرامان الله تعالی در این آیه ذکر میکنه که تعالوا اتل ما اوحی الیکم قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم. بیایید تا من تلاوت کنم و بیان بدارم برای شما، بخوانم آنچه را که الله تعالی برای شما حرام قرار داده است. لا تشرکوا به شیء اولی حرامه و سختترین حرامه و بزرگترین حرامه و او شرک به الله تعالی هست که با الله شریک نگیرید. هیچ حرامی در دنیا در حد شرک سخت نیست. این سختترین حرامه و بزرگترین حرامه در سرلوحه محرمات. الله تشرکوا به شیئا و در قرآن الله تعالی جاهای متعدد ذکر میکنه این مسئله را. و قضى ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا و اذا اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله و بالوالدین احسانا. ولهذا آیات متعددات برای همین که شرک بزرگترین گناه، بزرگترین حرام و سنگین ترین گناه نابخشودنی روز قیامت. البته اگر در دنیا کسی از شرک توبه بکنه مورد عفو قرار میگیره، قابل بخشش میشود، ولی اگر توبه نکنه روز قیامت ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله تعالی نمی بخشه این جرم را که کسانی با خدا شرک کرده باشند و به بارگاه الله بیایند. الله هرگز گناهی اونها را نمی بخشه و نه شفاعت هیچ پیامبر را و شفاعت کننده را در رابطه با مشرکین قبول میکنه. و این بزرگترین گناه الله تشرکوا به شیئا، هیچ چیزی را شریک نگیری به الله تعالی. شرک جلی و شرک خفی هر دو حرامند. شرک جلی پرستش غیر خدای با خدا، شریک قرار دادن غیر خدا با خدا در عبادت های الله تعالی. عبادت مختص الله تعالی است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. هم عبادت از آن الله، پرستش از آن الله و استعانت هم از پروردگار خدا. خاص از تو را عبادت میکنیم و تنها تو را بندگی میکنیم سوره فاتحه و تنها از تو استعانت میجوییم و از تو مدد میگیریم و مدد میخواهیم. و این از
عزیزان من، عبادت تنها و تنها از آن الله است. و این شرک جلی اینه که کسی دیگری را کسی عبادت بکنه و بندگی بکند، و شرک خفی که او فسق و گناه کبیره ریاکاریه که عبادت میکنه الله را اما نه برای الله، عبادت میکنه برای شهرت و برای نام و برای منفعت و برای منافعش الله را پرستش میکنه که مردم ببینن او را و او را آدم موحد و آدم خداپرست و آدم درست تلقی کنند. ولهذا ای عبادت ریایی، نماز ریایی شرک ولی کفر نیست. شرک در حد فسق و شرک در حد گناه کبیره، از گناه های سنگین و کبیره نماز ریایی، حج ریایی، خیرات و صدقات ریایی و اعمال ریاکارانه نزد الله مردودند و مقبول نیستند. و روز قیامت الله تعالی نمیپذیره عبادتی که در آن ریا وجود داشته باشه. الله تنها عبادت را میپذیره که خالصانه باشه، مخلصانه باشه، بی ریا و بی تظاهر باشه، برای الله باشه. و این عبادت خالصانه مال الله است. الا لله الدین الخالص، دین خالص مال الله تعالی است. دین خالص و بندگی مخلصانه الله تعالی است که دیگه کسی در بندگی شریک نباشه. وقتی که نماز میخوانیم ما باید دلمون را از همه غیر خدا خالی بکنیم و تنها توجه ما برای الله تعالی باشه. حرفی را میزنیم تنها توجه برای الله باشد که الله راضی بشود، خدا خوشنود بشه و نه برای رضایت خلق و نه برای رضایت مردم عبادت و بندگی خدا صورت بگیره. هر کار نیک خالصا برای الله تعالی نیت کنیم و الله ما را توفیق بده. اولین گناه بزرگ که اینجا قرآن در لیست اول آورده، ردیف اول ذکر کرده، شرک با الله تعالی است. و دومی گناه نافرمانی والدین است. و اینجا فرموده است و بالوالدین احسانا، و با والدین نیکی کنید و مال والدین محبت کنید با والدین، فرمان برداری بکنید از والدین، اطاعت والدین، فرمان برداری والدین. احسان و خوبی با والدین یکی دیگه از فرائض عظیم و بزرگ ما. فرض اول آنه که خدا را تنها عبادت کنیم و فرض دوم آنه که والدین و مادر و پدر که حقشون اینجا بعد از توحید خدا ذکر شده، با والدین نیکوکار باشین. و برم به والدیه، حضرت یحیی را الله می فرمایند که اون نیکوکار بود به مادر و پدر. و حضرت عیسی را می فرمایند و برم به والدتی ولم اکو جبارا شقیا. و حضرت عیسی با والدش حضرت مریم که از حضرت مریم متولد شد پیدا شد، با قدرت الله بدون واسطه پدر، لہذا او به مادرش بسیار نیک بود. همه انبیا برای والدین خودشون مهربان بودند و این حق بزرگ و حق سنگین و اولین حق مخلوق که انسان حقوق دارند و حقوقشون باید مراعات بشود. بزرگترین حق در حقوق العباد حق والدین بر فرزنده.
ولہذا نافرمانی والدین حرام ہے، لہذا نافرمانی والدین ایک دومی درجے دوم گناہ ردیف دوم گناہ سنگین کہ اکبر الکبائرن و سنگین ترین گناہ کبیران دومیش نافرمانی والدین. بوالدین خوبی کنیم، بوالدین نیکی بکنیم. داها حدیث در رابطه با وارد شده در رابطه با حقوق والدین و سعادتمندن فرزندان که والدین حق و حقوق والدین رعایت بکنن، با مادر و پدر نیکن و محبت میکنن با مادر و پدر، در خدمت مادر و پدران. این سعادت بزرگه، این توفیق بزرگه و الله تعالی من قرار داده به فرزندان که والدین اظهار افسوس کنن با اونها که شما کار خراب کردید، کار اشتباه انجام دادید. والدین اصلاحشون درسته که فرزندان والدین اصلاح کنن، اما از راه محبت، از راه دوستی، از راه ادب و احترام، با ادب و احترام والدین یادآوری بکنن و این مشورت بدن و این مناسبه. اما فرخاش نه، هیچ فرزند نباید جلوی مادر و پدر فرخاش بکنه و او را ملامت بکنه و سرزنش بده و این حق و حقوق والدین. بزرگان دین همه با والدین به صورت خاص الخاص احترام میگذاشتن و ادب والدین انجام میدادن و حرمت اونها را. بسیاری اهل توفیقن، بسیاری اگر او اهل توفیق دیدی شما از او دعای خیر بگیرید از او انسانه که والدین راضیان، مادر راضیه، به مادر شفقت داری واقعا او انسان شما دعای خیر بگیرید، دعای نیک بگیرید، برای شما استغفار کنه. و سیدنا رسول صلی الله علیه وسلم همین در رابطه با حضرت عمر وصیت در رابطه با حضرت اویس کردن که بالاخره این مرد فرمود مرد می آید و از یمن و شما از او را دیدید، از او استغفار بخواهید که برای شما استغفار کنه. بعد او اویس بود، اویس قرنی و نیک به والدهاش بود و اون در عهد حضرت مسلمان شده بود ولی نتوانست به دربار رسالت برسه برای اینکه والدینش مریض و عاجز و ضعیف بود و این خدمت والده را انجام میداد، والده ضعیفه. ولهذا روی این میگویم که شایسته اونجا مسئله وحیه و هر سخن پیامبر نسبت میکشه ما نمیدونیم، ولی اگر شما کسی را دانستید که والدینش نیکه، والدین راضیه، مخصوصا والدین، از او دعای خیر بگیرید. و این دومی حکم الله از محرمات شرک و از محرمات نافرمانی والدین و بد اخلاقی به والدین. و سومی محرمات تلاوت کنم که الله تعالی می فرماید شما فرزندان قتل نکنید، فرزندان قتل نکنید. قتل اولاد به خاطر املاک، به خاطر تنگدستی و به خاطر خطر فقر و گرسنگی کسی فرزندش را قتل بکنه و بکشه، ولهذا این سنگین‌ترین گناه. این رسم در جاهلیت بود که جاهلیت دختران می کشتن بعضه برای آن که گفتن چرا ما این را نگهداری بکنیم، هزینه بدیم برای لباسشان، هزینه پرداخت بکنیم برای مصارفشان و گفته اینا منافع ندارن برای ما. پسران نگهداری می کردن و دختران هم می کشتن. در همین قتل اولاد،
کسانی که میروند سنوگرافی میکنند و معلوم میکنند که فرزند دختر یا پسر و او را هوا سکت میکنند و میاندازند، دختر نمیگذارند بیاید و بخاطر هزینه ها نمیگذارند و لحاظا این قتل اولاد میشه، خصوصا که فرزند زنده باشه و لحاظا این انسانی حساب میشه و اگر زنده فرزند به دنیا بیاید احکام زنده بر او جاری میشه و جنازه داره و نماز داره و لحاظا نباید او در کشته بشه و بر همین حکم کسی که فرزندش را قتل بکنه، بزنه، به سلاح بکشه یا فرزند تحویل بده به افراد رهزنها تحویل بده، به دزدان تحویل بده، به خلافکاران تحویل بده و این قتل فرزنده، کشتن فرزند خود وقتی که به دست افراد ناباب داده بشود که از لحاظ اخلاقی او را تباه کنند، از لحاظ اعتقادی او را تباه کنند، به خاطر نان، به خاطر روزی به دست کسانی بده که فردا این فرزند را بالاخره بی دین بلند تربیت کنند، برخلاف دین و ضد دین او را تربیت بکنند. این در حکم قتل اولاد و لحاظا قتل اولاد سنگینه و اولاد نباید کسی بکشه از خطر فقر و از خطر تنگدستی و بلکه اولاد تربیت صحیح باید انسان بکنه، به مربیان صحیح بسپاره، به علم و دانش او را تشویق کنه و به او دانش بیاموزه، به او علم بیاموزه، اخلاق نیک، رفتار نیک بیاموزه، خدا پرستی را در او به او تلقین بکنه، بندگی خدا را از اولی که بچه متولد میشه باید سمت و سوش به تربیت درست باشه و عادات درست و اخلاق درست و اعتقاد درست و اونها و در فکر تربیت او باشه، بچه را رها نکنه، بچه را ویل نکنه. در یک محیط فاسد اگر فرزندان ویل بشوند و دست افراد ناباب می افتند و بعد خطر برای اونها وجود داره. و چهارمی را که الله می فرماید ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، و نزدیک گناههای سنگین نروید، گناههای که فواحش اون بی‌حیایی هستند و گناهها همه گناههای سنگین فواحش حساب می شوند، مخصوصا وقتی علنی انجام بگیره. و زنا بیشتر اشاره که بالاخره این فواحش و فاحشه و گناه بسیار سنگینه و حیای انسان در زنا نابود میشه، بمبارانی بر سر حیا و کشتن حیای که انسان دست به زنا برداره. الله نجات بده، الله من و شما را آلوده نکند، گرفتار نکنه و اخلاق را فاسد نگردانه. بزرگترین بد اخلاقی و فساد اخلاق، سنگین ترین فساد اخلاق آنه که انسان دست به زنا بزنه. و بعضی گرفتار شدن، معتادن به این عمل شنی و زشت و نازیبا و حیفه برای یک انسان که انسانی بوی انسانیت داشته باشه دست به زنا بزنه و دست به گناه بزنه، دست به نافرمانی الله. سنگینه، نافرمانی سنگینه.
و انشاءالله فاحشه نامیده، بی‌حیایی نامیده، ما ظهر منها ما بطن. گناه زنای علنی را هم الله تعالی محکوم کرده و بر ملاک کسی زنا بکنه و زنای باطنی و مخفیانه را هم الله تعالی حرام قرار داده. و باطن اون گناه مخفیه یا باطن اون تصمیمات و مقدمات که طرف برای زنا فراهم میکنه و تصمیم میگیره و اراده میکنه و لحاظا خود همین اراده و همین تصمیم و اراده قطعی زنا این خودش زناه و این گناه سنگینه و وقتی که به عمل برسه بالاخره این سنگین تر میشه بعد. و این زنا را الله حرام قرار داده و همه این گناه‌ها که حرامن دستور همین رسیده که این ولا تقربوا الفواحش، نزدیک زنا نروید و گناه‌های سنگین یعنی اطراف اونها نروید که منجر به زنا میشن. ابتدا اول زنا نیست، مقدمات شروع میشه و اولش با ارتباط، خصوصا وقتی ارتباط مخفیانه باشه و کم کم منجر میشه به عمل شنیع زنا می انجامد و سنگین ترین حرامه و این تباهی نسل انسانه، تباهی قومیت هاست، تباهی بزرگ افت و فاقدامانیه و یکی از دستورات الله افت است و فاقدامانیه و جامعه که علودان و فرزند تولید میشه به دنیا می آید، فرزندی که نه پدر داره و نه برادر و خواهر داره، فرزندی که نه عمو و عمه داره، نه خال و خاله داره، خویشاوند نداره، خانواده نداره، بی خانواده. بزرگترین بیرحمی به یک انسانه، ظلم بزرگ و عظیم به یک انسان، یک مولود، یک بچه که در بدون نکاح به وجود بیاید، به دنیا بیاید و نکاح اسلامی و شرعی، نکاح درست انجام نگرفته باشه و لحاظا این بیرحمی بزرگ، ظلم عظیمه. اگر اسلام در این باره سختی نشان داده در رابطه با زنا، به خاطر این فرزندی که می آید و پدر و مادرش کو ولد الزناه و در جامعه او را حرام زاده گفته می شود و لحاظا این از مرگ برای یک انسان بهتره که چنان چیزی به اون نسبت بداد. این قتله، این قتله و قتل اولاد چسبیده، این کشتن اولاد خود هست. این زن و مردی که به این عمل شنی مبتلا بشن، بچه ایشون را کشتن، بچه‌ای که پیدا شده مشترک و نکاح نبوده، به دزدی و به حرام بوده و لحاظا این کشتن این بچه و این گناه سنگینه. اسلام در رابطه با این مسئله حکمش که سنگین حکیمانه حکمت داره و امروز بسیاری از انسانایی که از زنا متولد شدن و از خانه حلال نیامدن برای دنیا و به حکومت رسیدن، اونها مهمترین ظلم توی دنیا انجام دادن، ظلم کردن. چرا که در حق اونها ظلم شده. کسی که ظلم دیده ظالم به بار می آید، بیرحم به بار می آید. میگه روز نوبه من برسه که همه را من بکشم. روی این انسان با ترحم مهربانی، اگر مهربانی نباشه در انسان، رحم نباشه، روی این شما ببینید که انسانی که ظلم بکنه، گاهی کسانی که به عصبانی میشن بالاخره به حرام نسبت میدن. میگه این پدر و مادر نداره، یا به پدر و به مادر میگویند، به آدمی که ظالمه، آدمی که قسی القلبه، آدمی که جنایتکاره، آدمی که خونخواره و
عدالت نمیشناسه، انصاف نمیشناسه، از عقل کار نمیگیره، او را مردم بی پدر و بی مادر بگن و یا بر پدرش مثلا لعنت میپرسته که این بچه چیه که تو آوردی و این بچه را تو تربیت صحیح نکردی، این آدم خوبخوار و رهزن و دزد و خلافکار و تباهکاره و اینها از کنه که به پدر بد و بیرحمی کرد که تربیت خرابی کرده فرزندش را. برعکس کسی که آدم خوب و آدم نیک و حلال زاده و آدم خوبی است، مردم میگن که بر پدرت رحمت، خدا پدر این رحمت بکنه، خدا مادر و پدر این بچه را بیامرزه، این جوان این شخص را که چنان فرزندی به جا گذاشته است. و آخری بود که ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق، نکشید اون نفس را و جان را که الله تعالی حرام قرار داده او را، قتل او را، مگر اینکه برای حق باشه. یعنی قتل انسان حرامه و کشتن انسان سنگین‌ترین محرمات و حرام هست، مگر اینکه به حق باشه. یعنی خوب توجه کنید، آدمی را کشته باشه، کسی که انسانی را کشته قصاص داره. آدمی را کسی بکشه و قتل ثابت باشه، در محکمه عدل، در محکمه قضا و طرف اعتراف کنه، شاهد بر سر او باشه، بعد از اینکه روشن بشه او آدم کشتنش جایزه. و گرچه نحوه اجرا اینه که اجرای قصاب باید دولت بکنه، حکومت وقت این قصاص بگیره، هرج و مرج نباشه که هر کسی خودش حکم صادر بکنه و بره کسی را بکشه. به هر حال در قانون الهی و در قانون پروردگار آقا خوب توجه کنید، من صحبتم به همین نکته تمام میشه، به همین مسئله قتل که سنگین ترین گناه اینه که آدم را به شک و شبهات بکشه و میگیم پدر من کشته، بعد معلوم بشه که نه، قاتل پدر دیگری بوده و این حرفای دروغ به او رسیده، تحقیق نکرده و بعد میره رفته کشته و که این قاتل پدر منه، در حالی که قاتل نبوده، بر خود او قصاص میآید که خودش را باید قصاص بگیرن. آدم چرا که قتل انسان به حق درسته، به ناحق درست نیست و این قتل خیلی مسئله سنگین. امروز توی جامعه ما متاسفانه، جامعه ایرانی و خصوصا در این منطقه متاسفانه قتل زیاد شده و بسیاری افرادان که به اینکه عصبانی میشن دست به قتل میزنن، جوانان با هم درگیر میشن، کارد این میکشه، کارد اون میکشه و میزنن و کشته میشه یکی، یا تفنگ میکشن، سلاح میکشن، در حالی که آن حضرت میفرمند هر کسی سلاح را بر ما بلند بکنه و او از امت من نیست، او از ما نیست، لیس منا، او نیست انسانی که سلاح را حمل کنه سر یک مسلمان. اگر کشتن مسلمان و غیر مسلمان روا نیست. ولا تقتلوا النفس التي، نفس اینجا جان مسلمان نگفته قرآن میگه جان انسانی را کشتن روا نیست مگر به حق همینه که آدمی بکشه و شرعاً. و این قتل ها قصاص که الان در اجرا میشه توی دادگاه ها و در حکومت، ما هیچ به این صحبت نداریم، چرا که این دستور الله تعالی هست و
قرآن عظیم الشأن و الله فرموده که اجرای قصاص مایه حیات برای شماست و جلوگیری میکنه از قتلای دیگر. اتفاق دیگر وقتی که قاتل بدانن کسانی که اگر ما کشتمیشیم نمیکشن، ولی بدانه که نه، فردا فامیل راه میفته، فردا رئیس سفید راه میفته، فردا عالم راه میفته و من نجات میگی، من پشتیبانی میکنه، حمایت میکنه، جرأت میکنه به قتل. ولهذا این قتلای ناحق دستور الله تعالی همینه که این حقه که او را قصاص بگیرن. البته با اولیای دم میتوانن ببخشن، میتوانن دیه بگیرن و یک چیزی که این روزا داغه توی فضای مجازی همین اعدام ها هست و توی رسانه ها که اعدام های اخیر خیلی زیاده، اعدام به جرم مواد مخدر یا به جرم های دیگری که بالاخره فضاهای مجازی ذکر میکنند یا عقیدتی یا سیاسی، و لحاظا اینها قتلایی که خیلی زیاد شده الان توی جامعه. و من قبلا صحبتهای کردم در این سر منبر و هدف هم گذشتم ندارم ولی علام نیست. این صحبت بنده را سیاسی تلقی نکنید، این سیاست بنده این صحبت علمیه و این این هم واقعیتی که عرض می کنم که به هر حال قتل به خیلی گناه سنگینی است و این اعدام ها به این صورت که انجام میگیرند اینها را ما برای اینها ثبوت شرعی از کتاب و سنت نمی بینیم و هم ثبوت شرعی برای اینها در زندگی آن حضرت، در سیره خلفای راشدین، در سیره و زندگی حضرت علی نمی بینیم که حضرت علی به هر حال و حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مورد اتفاق همه مذاهبان و هیچ کسی اختلاف نداره و حضرت علی رضی الله تعالی عنه اینطور محاربه نزدن مردم. الان کسی را با مخالفت بالاخره قاضی میگه محاربه میزنه به او را و یا به مواد مخدر محاربه بزنند یا مفسد فی الارض و اینها را بالاخره کشتن اینها و اینها خیلی مسائل سنگینی است. در هیچ عصر و هیچ زمانه در حکومت‌های اسلامی به این صورت بالاخره اعدام زیاد نبوده و قصاص، ولی هیچ کسی نمیتونه اعتراض بکنه، درسته. و این مسئله که به هر حال به این مسئولان فکر کنن روی این مسئله و هیچ فایده هم نداشته تا حالا. مواد مخدر همانطور که در گذشته جریان داشته جریان داره، نقل و انتقالش و این قتل ها مانع نشده از فروش و مواد مخدر و تولید مواد مخدر و فحش مواد مخدر جلوگیری نکرده. وقتی یک حکم یک چیزی نفع نداشته برای جامعه و چرا این جایات پیش بیاید؟ اینا فرزند دارن، اینا خانواده دارن، اینا فامیل دارن، اینا خویشاوند دارن و یک نگرانی بزرگ به وجود می آید و یک مصیبت بزرگ به وجود می آید به صورت اعدام و به صورت قتل. و عرض که حضرت رسول صلی الله علیه وسلم در حیات خود منافقین داشت که چندین برخواست حضرت ترور بکنند و دیگه هم اینها جنگها را همه به مدینه اینها می آوردند و جاسوسی مسلمانان هم می کردند، ولی حضرت صلی الله علیه وسلم اینها را محاربه نزد و اینها را قتل نکردی. مخالفین وقتی پیشنهاد داد حضرت رد کردین و هیچ ببینید توی حیات طیبه
اگر قتل های بوده به اندازه انگشت شمارن بری بشماری که حضرت چند نفر کشتن، اسرای بدر یکی را نکشتن، روز فتح مکه یک نفر هم قتل شد، یک نفر قتل شد و او برگشته بود از دین و نفرات سربانه را کشته بود، کسی را کشته بود سربانی را و مالش را سوق داده بود و برده بود و بعد تهمت زده بود و خیلی دیگه اذیت و آزار رسونده بود. او یک نفر کشته شد در یک فتحی که فتح عظیم و بزرگی بود با یک دشمنان سرسخته، ولهذا این نشانه آنه که قتل بسیاران حضرت احتیاط کرده و حضرت علی رضی الله خلفای راشدین هم اینطور و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ قبلا هم من عرض کردم که تمام خوارج که دستگیر کردن، خوارج که مسلمانان را تکفیر کردن و بالاترین افراط در عهد خلافت راشده و صدر اسلام خوارج بود که این اسرا را داد، یکی را هم حضرت علی قتل نکرد از اسرا و او کسی که حضرت علی را مورد حمله و ضربه قرار داد با شمشیر و خوارج بود، او را گرفتن و میخواستن بکشن. حضرت علی گفت که من هنوز زنده‌ام، درسته من زخمیم و تب من زنده‌ام، شما نمیتوانید که قصاص قبل از مرگ من بگیرید. من زنده باشم کشتن لازم نیست، شما بگذارید که من که مردم اختیارات وقت در دست اولیای من است، هرچی که اونا تصمیم گرفت نگذاشته او را بکشا. و یه عدالت علی میخواهید، عدالت علی اینه. ببینید توی جنگ های حساب کردن آقای اشتباه محضه، این نفهمیدن دین اسلامه که توی جنگ ها خود جنگ دو طرف کشتن. اگر توی جنگ جمل افراد کشته شده، افراد حضرت علی هم کشته شدن، او طرف هم کشته شدن. توی جنگ نهروان با خوارج هم کشتن و خیلی انسانای شایسته را کشتن و اول جنگ اونها شروع کردن و بعد حضرت علی مجبور شد. توی جنگ صفین که پیش آمده هم همینه که صفین هر دو طرف یک دیگر را کشت. توی جنگ احکام دیگری است که طرف مسلحانه حمله بکنه دیگه نمیشه که جلو او دست بست. ولی اما وقتی که کسی اسیر زندانی اسیره، شما کسی را که اسیر بیکنید بیارید حکم اسرا بر او جاریه. ببینید چقدر اسیر حضرت کشته، چقدر حضرت رسول صلی الله علیه وسلم کشته. ببینید او برداشت هایی که از قرآن میکنید به خدایی شایسته که تجدید نظر کنید در او. شایستان خطا میکنه، اجتهاد خطا میره، در اجتهاد بزرگترین انسان ها خطا رخ داده است. اجتهاد محفوظ نیست، اجتهاد افراده. من یک اجتهاد بکنم شما دیگه اجتهاد بکنید، ممکنه که مال من اشتباه باشه مال شما اشتباه باشه. اجتهاد فقها، اجتهاد مراجع، اجتهاد مفتیها، اجتهاد امام ابو حنیفه، اجتهاد امام شافعی، اجتهاد امام نزد ما ائمه اهل بیت بغیر هم که معصوم نیستند. صحابه اجتهادشون، اجتهاد حضرت عمر، اجتهاد حضرت ابوبکر، همه اجتهادها جایز الخطا، یعنی در اونها خطا ممکنه. و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم معصوم بوده. اگر حضرت رسول یک جای اشتباهی رخ داده بلا فاصله وحی آمده و اصلاحش کرده، بعد وحی که نیامده. و وقتی که در اجتهاد اشتباه رخ میدهش برید این استنباط تجدید نظر کنید، قوانین جزایی کشور را تجدید نظر بکنید، اعدام متوقف کنید، به خیر دنیا و آخرت شماست. این خیر دنیایی از کشور برای شما بیست
خیر بزرگتره از حکومت داری برای شما نفع این بهتره که من مطمئنم که این کسانی که به این صورت اعدام میشن فردا در اینها گریبان میگیرند و فردا پیش الله تعالی است و الله تعالی حساب و کتاب باید بده پیش الله تعالی. به این فتوایی که این و اون داده و افراد مختلف میدن من و شما خلاص نمیشیم. اونجا احکم الحاکمین در بارش و او بالاخره باید ترسید از الله تعالی. شما هم اعدام هر جایی که متوقف کنین نفع سود خیر درسته. من میدانم توی کشور بسیار اعدام شدن، آمار اعدام کشور ما در صدر بالا هست، ولی عزیزان من هر جای شما این اعدام جلو بگیرید سود شمایه، نفع شمایه، خیر دنیای شما، خیر آخرت شماست. و بالاخره ما هم میبینیم التهابا را که این اعدامات چند از التهاب بالاخره به وجود می آورند، چقدر ناراضگی به وجود می آورند. و با عرض معذرت که زیاد وقت رست و آخری جمله و کلمه بهرحال این چیز جدید انتصاب جدیدی که صورت گرفته توی استان ما و نگرانی همه بود، مخصوصا فرهنگیان معلمان در رابطه با مسئله مدیر کل آموزش پرورش بود. الحمدلله یکی از فرزندان شایسته بومی به مدیریت آموزش و پرورش منصوب شده که به فعل نیک میگیریم، چون برای آموزش پرورش همه ما نگران بودیم و آموزش و تعلیم حرف اول میزنه و مهمترین خواسته یک جامعه تعلیم هست دانشگاه آموزش و پرورش که پایه و اساسه. و لحاظا ما امیدواریم که این مدیر که به زن و گوان ما هم توانمنده و آقای رسول سفرزئی و بتوانه انشاءالله که با برنامه ریزی پیش بره و با دقت پیش بره و عدالت را بین مردم در نظر بگیره و انصاف در نظر بگیره و به نحو رفتار بکنه که بالاخره آموزش پرورش ترمیم بشه و آموزش پرورش به هر حال به جهتهای صحیح و بره و مشکلات آموزش پرورش حل بشود و این نکته مهمه. والله تعالی همه مهارت توفیق عمل عنایت کند و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.